پروفسور یارمال شاخت، ایشون رئیس بانک مرکزی هیتلر بود. ایشون 2 دفعه به ایران دعوت شد برای اصلاح ساختار اقتصادی. گفت فکر نکنید خاک شما تنها ناموس شما هست، ارزش پول ملی شما هم ناموس ملی شماست. از این ناموس باید حفاظت کنیم. ما از این ناموسمون حفاظت کردیم. 1 تومن سال 1357 محاسباتی که من کردم در پایان آبان 1403 شده 10,200 تومن. یعنی 1 تومن شده 10,200 تومن. این ارزش پول ماست. الان ارزش پول ما در سطح جهانی پایین ترین ارزش پول دنیا، حتی از پول میانمار، در شبکه کوبا یا ونزوئلا. کینز در مورد تورم گفته تورم یک بلای عجیبیه. هیچ ابزاری ظریف‌تر و مطمئن‌تر و دقیق‌تر از تورم نمیتواند شالوده یک نظام اقتصادی و سیاسی رو از بین ببره و این کار رو میکنه بی سر و صدا بدون اینکه کسی متوجه بشه.